لهفتیا بوری کنگرس ناو بردا بو خباتی خوا لسه سناتور به فروکه خوا گهانده واشنطنه حتی گل بر بجار دادگاه بلند یا سرک اوباما کم ببن. جوان یه هری نافدار مارک کرک یک کماری بو که دگل دادوری دست نشان کری مریک گارلند جویا بو. دما سرک اوباما ناو دادوار گارلند آنی پیش دادمن گارلند پیش دخه. دوی ام شیرته بدنه و راضی بونا خود دیار کن. ده پروسه دستوری دا مپدوی به رفتار که معقول و نرینه که بهن فره هیه. دمه پترج 12 کماری دبیجن او دخوازن دگل گارلند کن بن تنه دو جوان هزرا بربجاریا ویدکن. او یه سیه جری مورن دا خازارونشنا دادگه کر لی پشتی دو روزان آخفنا خوا وکشا. ده همان دمداد دموکرات پشتوانیا گارلند کن. او مروفک جهاتیه بزانین و کاریناوی هجای وی کاریه. دنرینا من دا ارکا جواتا سیناتوره نبس جوینک تایبت بوچکن لی دنگدانه لسر بربجاربوناوی جی بکن. ام لسر اندامکی دادگه ها بلند بریار دادین پشتگیریا بربجاریاوی بکن یا نه. لیکوماری جواتا سناتوران کنترل دکن. اگر او دنرینا خوادا گهرین نکن هنگی راوش گارلند نزلال دمینه. Let's let the American people decide. کام بهلن گلی امریکی بریاری بده دما سروکی نو بیتو بر بجاری دادگاه ها بلند بین تا پیش جواتا سیناتوران هنگی جواد بر ریکوپیکی لسر وی بابتی دی بخابتت. وی راوش دادگاه بلند پیش بر کیا سرکاتی جیدا جهکی گرنگه. اگر هیلاری کلینتون ببه سروکا نویا امریکا دی دادگاه بلند بودمک دریج وندابه و هر وها مافین همولاتیان جی. راورگرتنین جواکی نشان دادن که پرانی دخوازن جواتا سناتوران هزرا بربجاریا گارلند بکن. دموکرات باور دکن که کماری دخواز جواک پیک بینن. اگر نه ده هل ماه 11 ده زیانه ببینن. هریز خاندان دنگ امریکا.